سلام كمسك الختام. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. لواطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. لواطه یعنی همجنسگرایی در دین مبین اسلام یکی از گناهان کبیره به شمار می رود که خداوند سبحانه و تعالی این عمل را گناه کبیره شماریده و آن را حرام حسابیده است. هر شخصی که به این کار دست میزند گناه کبیره انجام میدهد و اگر توبه نکرده از این دنیا برود جزای او خیلی جزای سخت می باشد. خداوند در قرآن کریم درباره تاریخ فاسقی قوم لوط و سببهای نیست کردن آن می گوید که آنها به این گناه کبیره دست زدند و لوط علیه السلام آنها را برای راست برای هدایت دعوت کرد. آنها گفته های پیامبر را اجرا نکردند و خداوند آنها را در روی زمین نیست و نابود کرد. الله سبحانه و تعالی می فرماید: آیا به قصد شهوت از میان اهل عالم به سوی مردان می روید و همسرانی که پروردگارتان برایتان آفریده است ترک می کنید؟ نه، شما مردمی تجاوزکار هستید. سوره شعراء آیت های 165 و 166. خداوند در این آیت ها سوال می دهد که آیا زنهایی که برای شما آفریدیم از اهل عالم آنها را گذاشته به سوی مردان می روید؟ یعنی به سوی مردان برای همخوابه شدن می روید؟ و در آخر آیت می گوید که نه، شما تجاوزکار هستید. یعنی از دایره انسانگرایی، از دایره اخلاقی شما برآمدید. شما از حدود قانونهای خداوند برآمدید. شما گناهکار هستید. برادران و خواهران عزیزم، همه علمای اسلام بر این عقیده هستند که لواطه همجنسگرایی یکی از گناهان کبیره، یکی از گناهان بزرگ است. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند: بکوشید کسی را که به این کار مشغول می شود. روایت ترمذی و ابن ماجه. یعنی کسی را که این کار را انجام می دهد و آن کسی را که به این کار هم راضی می شود. و در حدیث دیگر فرمودند: خداوند لعنت کند کسی را که کار قوم لوط را تکرار می کند. روایت ابن حبان و بیهقی. عبدالله ابن عباس خداوند از او راضی باد می گویند: برای آدمی که این گناه را کرده است باید بنای بلندترین پیدا نمود و او را از آنجا به پایان هوا داد و سپس سنگسار کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: علاقه جنسی زن با زن دیگر این زنا است. روایت طبرانی. شافعی مذهب ها می گویند که جزای زنا و لواطه یک است. البته این جزاها در آن دولت های انجام داده می شوند که شریعت اسلام حکم فرما است و شخصانی که به این کار مشغول می شوند و در دنیا چنین جزا را نمی گیرند بدانند که در روز قیامت جزای سخت‌ترین برای آنها آماده است، چون جزای آخرت همه وقت از جزای این دنیا سخت‌تر است. پس شخصانی که به این کار دست میزنید الان فرصت دارید، فرصت به توبه کردن و بازگشت به سوی خدا دارید. اگر توبه نکردید بدانید که روز قیامت جزای سختی برای شما منتظر است. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.